مرکز ملی طبی و تحقیقاتی به نام اکادمیک میشالکین وزارت تندرستی روسیه که در شهر نوسیبیرسک فعالیت میکند روز 21 دکامبر سال 2023 خبر داد که طبیبان این مرکز توانستند یک طفل 4 ماه از تاجیکستان را که مادرزاد بیماری نادر قلب داشت و به بالای این به کرونا ویروس گرفتار شده بود از مرگ نجات دادند. گفته می شود که این طفل تاجیک را با کمک جراحی اندوواسکولیاری نجات دادند. طبیبان خود این را که با چنین بیماری مرکب قلب ملکه تا 4 ماهگی زنده مانده است از شرافت نیروی بدن این طفل و یک حادثه خیلی نادر می شمارند. ملکه ماه ایول سال 2023 از تاجیکستان با بیماری نادر نقص قلب آبی یا سینی پاروکسیرسا به دنیا آمده. قلبش به جای 4 اتاق یا کامره همگی یک دهلیز قلب و یک بطن داشته است و خونش به دلیل نقص رگای خونگرد به طور مستقیم به شورک نمی رفت. این نقصان ها باعث کمبود شدید کسلرود در خون و رنگ کبود گرفتن پوست بیمار می شود که کبود یا آبی گرفتن این مریضی از همین جاست. معمولا طفلانی که با چنین بیماری قلب به دنیا می آیند بلافاصله بعد تولدشان در 48 ساعت اول بعد تولد جراحی می کنند، اما در تاجیکستان طبیبان در جراحی ملکه عاجز ماندند و پدر و مادرش جگربند خود را به ایرکوتسک روسیه آوردند. ملکه را در اینجا در بیمارخانه خوابانده بیماریش را مشخص کردند. به بالای این معلوم شد که ملکه باز گرفتار کرونا ویروس شده است. او را برای جراحی فوری همراه مادرش از ایرکوتسک با هواپیما به نوسیبیرسک به مرکز به نام اکادمیک میشالکین فرستادند. در اینجا مشخص کردند که تامین خون ملکه با اکسیژن همگی 60% را تشکیل میدهد. به این دلیل با وجود در حالت خیلی سخت گرفتاری به کرونا ویروس قرار داشتن کودک، طبیبان مرکز میشالکین تصمیم گرفتند که به صورت فوری جراحی اندوواسکولیاری را انجام دهند. به واسطه شورک به داخل رگ خونگرد کاتتر وارد کرده با کمک استند رگ را وسیع‌تر کردند. الکسی وایتوف جراح بیماری های دل و رگ در مرکز میشالکین میگوید تغییراتی که ما مشاهده کردیم مثل فیلم ها تغییرات با صورت بود. در پیش چشم ما سیمای کودک رنگ گلابی گرفت. سطح تامین خونش با اکسیژن تا به 90% رسید که برای چنین بیماران نشان دهنده الکی خوب است. بعد چند روز جراحی ملکه را برای تبابت کرونا ویروسش به بیماری های سرایتی نوسیبیرسک گذرانیدند و حالا برای تشخیص دوباره باز به مرکز میشالکین آوردند. ملکه در اینجا تحت نظارت معاینه طبیبان تا نخستین سال نو در زندگی خود را پیشواز خواهد گرفت. بعد سال نو طبیبان نقشه دارند که بیماری قلبی او را توسط یک جراحی دیگر باز تبابت کنند.